داخل این ویدیو من قراره ورشکسته بشم چون قراره چنل یوتیوبمو تبلیغ کنم، اما نه یه تبلیغ کنم. قراره استریمرها رو دونیت کنم تا در ازای پول منو تبلیغ کنم. فکر می‌کنی کسی حاضر است که منو تبلیغ کنه؟ البته از خودش هم باشه. اولین نفر کسی جز ملینا بلیک. حاجی این اصلا ایگنورم که اصلا اهمیت نداد بهم. نخون چی گفتم ولی فکر کردم من تسلیم میشم. نداشت من تسلیم نمیشم. هامیز نوشته که درود، شما الان داخل ویدیو من هستید که به استریمرها چالش میدن، میخواید حضور داشته باشید؟ اگه آره این جمله که داخل پرانتز رو بگو که چالش رو انجام بدید. آقا واقعا اونقدر سخت نیستش، یعنی اگه من استریمر بودم این کارو انجام میدادم. حالا بریم توضیح بدیم ببینیم میفهمه. اوکی. خب به هر حال هامیز گل این یه جورای تبلیغات حساب میشه و من شما رو نمیشناسم، محتواتو نمیدونم. ممکنه شما مثلا آدمی باشی که فوش میدی مثلا، بعد من اگه بیام تبلیغات انجام بدم خود شخص من زیر سوال میره کارم. بابا من اصلا فوش نمیدم، من بچه خوبیه. وقتی نمیخواستی تبلیغ کنی خب بگو من دوباره دونه نکنم به توضیح بدم. چه کاری؟ خب من پولام رفته. بچه فکر کنم ایشون مهربونه. بعد چنل تو ببینم هامیز. ای بابا مرسی از دمت گرم، ولی باید چنل تو ببینم اول، ببینم چیه. نمیتونم بگم سابسکرایب کنی پس فردا یه چیزی داری میذاری میان کت بسته میبرنمون. نشوخی میکنم جدی چنل برام بذار نگاش می. آقا باز دمش گرم دلیل منطقی آورد. اولیه که ایگنورمون کرد، اصلا هیچی نگفت، نخون چتمون رو. دومی هم که اصلا دلیل منطقی نیاورد. حداقل این باز دلیل منطقی آورد. دمش گرم، من واقعا میتونم دلیلش رو قبول کنم. دمش گرم. ایول. اوه چه باحال چه باحال چه باحال. بگم چی؟ هامیز رو سابسکرایب کنید. اوکی داداش بیا ریکورد رو بکن. خفه شو که من اینو بگم بعد ادامه کارم رو میکنم. هامیز رو سابسکرایب کنید. اوکیه؟ هامیز رو سابسکرایب کنید. بابا دم مرامت گرم، دم شرافتت گرم، دم هر چی رفاقا، اصلا هر چی خوردی میشه جونه. هر چی قدرت کنم میشه جونه. مرسی. نه مرسی باز دویدید. لبت خندون جیبت پرپول. اصلا مرامی که پسرا میذارن لنگش نیست. متشکرم هامیز بر حمایتت. مرسی از تاجی عزیز بر حمایتت. سمی دمت گرم برای 50,000 تن حمایتت، خیلی گلی. دمت گرم سمی جان. یک دنیا تشکر بابا، کار درسته سمی. قلب بهت. من کی دونیتو پخش نکردم یادم نمیاد. من هرچی بچه‌ها خیلی میخوام ساکت باشم و در رابطه با این موضوع هیچی نگم، ولی خب نشیده بگیرید. تو آدم لو لول به درد نخوری که تو شرایط اقتصادی کشوری که مردم تو نون شبشون لنگن به خاطر اینکه کمتر حمایتت میکنن خارشون میکنی. شاید اصلا من نمیخواستم به چالش بدم، شاید من اصلا فقط میخواستم چه میدونم ازت حمایت کنم، پول نداشتم. یه به خاطر پول که نمیتونی شرافت رو بفروشی ها؟ میتونی آبرو تو میبره. همینه کی هست؟ هر جوری که دلم میخواد رفتار میکنه. همینه. بچه‌ها ببخشید من یه ذره بد صحبت کردم. تشکرم هامیز دمت گرم بر صحبت انرژیت. الان نمیشه واقعا چیز کرد، به خاطر همین حتی حاضر نبود واسم توضیح بده که چرا تبلیغم نمیکنه. هامیز نوشته اما عشق منی، ناموسن یه جمله بگو جلوی دوربین عشق کنم، بی زحمت بگو هامیز و ساب کنید عشقا. اینو بگم ها اوکی بچه ها. هامیزو نه اینجوری نمیشه. 2000 years later. بچه ها اسمشو باشه هامیزو ساب کن. اگه هامیزو ساب نکنی چنلش ساب نمیگیره. اگه چنلش ساب نگیره پیشرفت نمیکنه. اگه پیشرفت نکنه منو دونیت نمیکنه. هامیز یه جور من ازت تبلیغ کردم دیگه، نمیدونم اگه واقعا این روش من نگرفت دیگه من نمیدونم چیکار کنم. جدی میگم.
بله اینم بود از این ویدیو. ماموریتمون با موفقیت کامل انجام شد. جا داره تشکر کنم از عموبیک و پسری که ازم حمایت کرد. کلا مردا بیشتر هوا هم دیگه دارن و خیلی بامرامد. دمتون گرم جدی. خب کل پولام رفت ولی خب به جاش حال داد و حسابی با هم دیگه حال کردیم. دم شما هم گرم که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید و جا داره یه بار دیگه بهتون یادآوری کنم که حامیز